حکم اعتقاد به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر جای و مکانه و دانستن غیب. سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر جای حضور دارند و آیا او صلی الله علیه و سلم غیب را میدانند؟ جواب: الحمدلله. با دلیل های قطعی و شرعی معلوم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ جای نیستند. جسم مبارک او صلی الله علیه و سلم تنها در قبر اوست، در شهر مدینه منوره قرار دارد، اما روح مبارک او صلی الله علیه و سلم در رفیق الاعلی در جنت است. دلیل این گفته سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم در لحظه های آخری حیاتش است که فرمود: اللهم رفیق الاعلی، یعنی ای پروردگار با همراهی خود در بالاترین مقام در جنت بگیر. و این را 3 مرتبه گفت، سپس وفات کردند صلی الله علیه و سلم. همه علمای اسلام از صحابه تا پس از آنها اتفاق نظر دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه حضرت عایشه رضی الله عنها که در کنار مسجدش مسجد نبی بود دفن شده است و جسم مبارک او صلی الله علیه و سلم تا امروز در آنجاست. اما روح او و روح‌های دیگری پیامبران و رسولان و مؤمنان همه در جنت هستند، ولی در درجه و منزلت‌های گوناگون وابسته به علم و ایمان و صبرشان و راه دعوت حق قرار دارند. درباره غیب را تنها الله سبحانه و تعالی می‌داند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و دیگر مخلوقات از غیب تنها آن چیزی را می‌دانند که الله سبحانه و تعالی به آنها خبر داده است. مثلا چیزهایی که در قرآن و سنت آمده است، چون معلومات جنت و دوزخ، رویدادهای روز قیامت و غیره، مانند خبر درباره دجال، برآمدن آفتاب از غرب، خروج دجال و فرود آمدن عیسی علیه السلام، عیسی ابن مریم در آخر زمان. همه این چیزها از جمله غیب‌های هستند که الله با پیامبرش خبر داد و دلیلش سخن الله سبحانه و تعالی در قرآن است که می‌فرماید: استعیذ بالله قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو هیچ کسی در آسمان ها و زمین غیب را نمیداند بجز الله سبحانه و تعالی. در سوره نمل آیه 65 و میفرماید: و قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. بگو ای محمد من بر شما نمیگویم که خزینه های الله در دست من هستند و نه اینکه غیب را میدانم. غیب را نمیدانم یعنی سوره انعام آیه 50. و همچنین میفرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضر الا ما شاء الله. بگو ای محمد من به خودم نه منفعت میرسانم نه ضرر مگر آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی بخواهد. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. اگر من غیب را میدونستم از کارهای خیر بر کسد بیشتر انجام میدادم. و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. و فرمود من فقط یک بیم دهنده و مژده دهنده، مژده رساننده برای قوم هستم که ایمان می آورند. سوره اعراف آیه 188. آیات هایی که بر این معنا هستند خیلی زیاد هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غیب را نمیدانند و در حدیث صحیح متفق علیه است رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند که اون غیب را نمیدانند. از جمله در حدیثی که حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنه است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم درباره قیامت پرسیده شد. پیامبر پاسخ جواب داد گفتند: مل مسئول عنها باعلم من السائل. یعنی سوال کننده از شخص جواب دهنده دیده بیشتر نمیداند. یعنی نه پیامبر نه جبرائیل علیه السلام. و بعدا در حدیث دیگری که فرمودند: فی 5 لا یعلمهن الا الله. تن 5 چیز است که جز الله کسی دیگر آنها را نمیداند. ثم تلا نبی صلی الله علیه و سپس پیامبر تلاوت نمودند: ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث. الله علم غیب، علم برپا شدن قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی است و همچنین علم باردن باران. سوره لقمان آیه 34. و از دیگر دلیل ها نیز وجود دارد پیدا است. و هنگامی که اهل افک، اهل بهتان حضرت عایشه رضی الله عنها را با زنا متهم کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیگناهی او آگاه نبود تا آنکه وحی الهی نازل شد و بیگناهی او را اثبات کرد. این قضیه در سوره نور آمده است، ذکر شده است. همچنین وقتی که در یکی از سفرها گردنبند حضرت عایشه رضی الله عنها گم شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم جای آن را نمیدانستند، در حالی که گروه را فرستادند از پی جستجو نمودن آن چیز.
ولی نیفتند. وقتی که شتر او از جای برخاستند گردنبند آن زیر افتیده بود افتادش. این نمود مثال ها در احادیث خیلی بر زیاد بر کثرت است که رسول الله علم غیب رو نمیدونند. بعضی از ادعاهای باطل درباره غیب دانی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما چیزی که بعضی متصوفین صوفی ها میپندارند که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب رو میدوند و در جشن های مولود و دیگر چیزها حاضر میشود پیدا میشود، این همش باطل بی اساس است. این از گمراهی های خود این صوفی هاست و این اندیشه ها نتیجه جاهلی آنها رو اثبات و بیان می نماید و نتیجه جاهلی بودن آنها نسبت به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و راه روش او صلی الله علیه و سلم و صحابه و سلف صالح رو بیان می نماید. و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که ما رو توفیق بدهد و تمام مسلمانان از این فتنه هایی که پیدا شده هستند و ما رو به راه راست هدایت نماید که راه الله است. بیشک او شنونده و دعا و اجابت پذیرنده است و نیازمندان را برآورده میکند. ابن باز رحمه الله تعالی مجله مجاهد سال سوم شماره های 33 و 34 از ماه محرم و سفر 1412